زندگی لیلا پهلوی از همون اول با حاشیه گره خورد. شاهزاده‌ای که زیر سایه انقلاب، بیماری و اعتیاد روحش کرد و سرانجام در هتلی در لندن مرگی جنجالی سرنوشتش رو رقم زد. لیلا پهلوی تو 7 فروردین سال 1349 در تهران به دنیا اومد. اون دختر محمد رضا شاه و فرح دیبا بود و از همه خواهران و برادرهاش کوچکتر. خواهر رضا پهلوی، علی رضا پهلوی، فرهناز پهلوی و همینطور خواهر ناتنی شهناز پهلوی بود. چند ماه مونده بود به انقلاب وقتی فقط 9 سال داشت همراه با خانواده از ایران خارج شد. بعد از رفتن دوران تحصیلش رو در آمریکا گذروند. اون تو مدرسه بین المللی سازمان ملل در نیویورک درس خوند و بعدش هم سال 1367 از مدرسه ری کانتر فارغ التحصیل شد. مسیر تحصیلی لیلا ادامه پیدا کرد. رفت دانشگاه براون و رشته ادبیات و فلسفه خوند. بعضی منابع میگن سال 71 فارغ التحصیل شد، اما گزارش‌های دیگه میگن به خاطر وضعیت جسمی و بیماری‌هاش نتونسته درسش رو تموم کنه. تو همون سالها مدتی هم به عنوان مدل برای ولنتینو کار کرد. با این حال مشکلات سلامتی جدی داشت. بی اشتهایی عصبی، افسردگی شدید، سندروم خستگی مزمن و اعتماد به نفس پایین. زندگی روزمرهش بین آمریکا و اروپا در رفت و آمد بود. بخشی از وقتش رو توی گرینویچ میگذروند و بخش دیگر رو تو پاریس، چون مادرش اونجا زندگی میکرد. از نظر زبان هم توانایی بالایی داشت. فارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی رو روان حرف میزد و اسپانیایی و ایتالیایی رو هم بلد بود. به فرهنگ ایران علاقه‌مند بود. رباعیات خیام و اشعار مولوی رو به انگلیسی و فرانسوی ترجمه میکرد. آثار هنری ایرانی رو جمع میکرد و حتی از پشتیبانان مالی دانشنامه ایرانیکا بود. مشکلات روحی و افسردگی لیلا ریشه در بچگی و گذشتش داشت. اون رابطه نزدیکی با پدرش داشت و مرگ شاه در مصر بر اثر سرطان خون ضربه بزرگی بهش زد. علاوه بر این حوادث سالهای اول انقلاب و شعارها و رفتار توهین‌آمیز بعضی انقلابیون نسبت به خانواده شاه تأثیر منفی زیادی روی روحیه لیلا گذاشت. همین مسائل افسردگی رو در زندگیش پررنگ‌تر کرد. 1 سال پیش از مرگش در گفتگویی با یکی از مجله‌های اسپانیایی گفته بود تقریباً همه عمرم رو بیرون از ایران گذروندم، اما هنوزم ایرانی هستم و انگار هیچ وقت از کشورم دور نبودم. این حرف نشون میده علاقه و دلبستگی به ایران همیشه باقی مونده. اما سرنوشت لیلا به شکل تلخی رقم خورد. تو 20 خرداد سال 1380 تو سن 31 سالگی جسدش رو تو یک هتل در لندن پیدا کردن. بررسی‌های بعد مرگش نشون داد که بیش از 5 برابر دوز کشنده داروی سکونال که یک نوع داروی آرام بخشه به همراه مقداری کوکائین تو بدنش پیدا کردن. بدنش هم به خاطر سالها بی اشتهایی عصبی به شدت لاغر و ضعیف شده بود. گزارش پزشک قانونی مشخص کرد که لیلا به سکونال اعتیاد داشته و حتی میگن دارو رو از مطب پزشکش برداشته. معمولاً به جای اون دوزی که پزشکش تجویز میکرده براش 10 برابر یعنی 10 قرص رو همزمان مصرف میکرده. 1 هفته بعد در 27 خرداد سال 80 لیلا پهلوی در گورستان پاریس کنار آرامگاه مادر بزرگش فریده قطبی دفن شد. تو مراسم خاکسپاری مادرش فرح پهلوی، اعضای خاندان پهلوی، بعضی از ایرانی‌های خارج از کشور، اعضای خاندان سلطنتی سابق فرانسه و فریدریک میتران برادرزاده رئیس جمهور پیشین فرانسه حضور داشتند. ممنون که امروزم همراه ما بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.